تامین و سرخ سیب درجه 1 صادراتی و همچنین خدمات ارسال و تمام امور گمرک توسط هلدینگ تعطیلات آبی. بعد از برداشت محصول از باغ‌های سیب پادنای سمیرم توی سبدهای 10 الی 12 کیلویی قرار میگیرن و توی سردخونه نگهداری میشن که بعد از اون آماده سورتینگ میشه که سورتینگ به معنای جداسازی سیب‌ها بر اساس سایز و کیفیتشون باشه و آماده واردگیری توی کانتینر 20 الی 40 فوت برای صادرات به سراسر دنیا هست. Ooh.